مخترین پیامی که رو آیفونمون دریافت میکنیم آیفون استوریج فول، یعنی ظرفیت آیفونمون پر شده، رفتیم یه جای مهم میخوایم عکس و فیلم بگیریم، این پیام اومده و راهی هم نداریم آیفونمون رو خالی کنیم. 6 تا کار بهت میگم بدون اینکه چیزی از دست بدی ظرفیت بزرگی از آیفونت رو خالی کنی. پیج رو فالو کن، کلی آموزشای باحال ببینی. این ویدیو رو هم حتما برای همه دوستات بفرست. بزن بریم. مورد اول وارد تلگرام میشیم، از سیتینگز دیتا اند استوریج رو انتخاب میکنیم، استوریج یوزیج رو میزنیم. میبینید که 57 گیگ روی تلگرام من در واقع فایل هستش که میتونم کلیر کش رو بزنم و این 57 گیگ رو خالی کنم یا برم هر چتی که میخوام رو از اینجا انتخاب کنم و خالی کنم. نکته مهم اینه که این اطلاعات رو تلگرام میمونه ولی ظرفیت گوشیت خالی میشه. هر وقت خواستی دوباره رو تلگرام میتونی اونا رو دانلود کنی. داخل واتساپ وارد سیتینگز میشیم، استوریج اند دیتا رو میزنیم، منیج استوریج رو میزنیم. اینجا هم میتونیم کش واتساپ رو خالی کنیم یا هر چتی رو که خواستیم از این پایین انتخاب کنیم و کشش رو خالی کنیم. از سیتینگز وارد جنرال میشیم، وارد آیفون استوریج میشیم و اینجا میتونیم همه اپلیکیشن ها رو ببینیم. اپایی که الان استفاده نداریم، مثلا این کاریکس استریت رو به جایی که دیلیت اپ بکنم روی آفلود اپ میزنم، حجمش نزدیک 6 گیگه. رو آفلود اپ بزنم چه اتفاقی میفته؟ اپ پاک میشه، حجمش آزاد میشه ولی دیتا ها و آیکونش میمونه. هر وقت خواستم دوباره میتونم دانلودش کنم و با همه دیتاهاش مجدد استفاده کنم. داخل سیتینگ سافاری رو سرچ میکنیم، وارد سافاری میشیم. این پایین یه گزینه کلیر هیستوری داره که روش بزنیم میتونیم بذاریم روی آل هیستوری و هیستوری تمام وبسایت ها رو پاک کنیم تا حجم قابل توجهی رو برای ما خالی کنه. فوتوز میشیم، کالکشن رو انتخاب میکنیم، میایم پایین ریسنتلی دیلیتد رو میزنیم و اینجا باید سطل آشغال فوتوزمون رو پاک کنیم، یعنی مواردی که پاک کردیم و استفاده نداریم رو به این صورت سلکت رو بزنیم، روی دیلیت آل بزنیم تا همشون پاک بشه و فضای قابل توجهی رو آزاد کنه. همین کار رو توی فایلز میکنیم، یه ریسنتلی دیلیتد توی فایلز داریم که مواردی که تو فایلز پاک کردیم رو از همینجا میتونیم حذف کنیم و فضاش رو آزاد کنیم. مورد آخر اپلیکیشن هایی مثل اینشات واردش میشیم و ویدیوهایی که داخلش هست توی اینشات توی کپشن میتونیم سلکت کنیم و تمام این ویدیوها رو پاک کنیم تا فضایی که اشغال کردن آزاد بشه. با این 6 تا کاری که بهت گفتم بدون اینکه دیتای اصلیت پاک بشه حجم قابل توجهی از آیفونت آزاد میشه و تو اون لحظه نجاتت میده. لایک کنی، ویدیو رو حتما برای همه دوستات بفرست. دمتون گرم.